متوجه شدیم؟ حال یک نفری که حقیقتا به عنوان یک میکروب وارد در جامعه هست که هر روز انسانها رو چی میکنه؟ در معرض هلاکت کنه. با این چی رقم تعامل بکنیم؟ خب تعامل جدیتر با او خودش آیا به نفع اجتماع هست یا به ضرر اجتماع؟ به نفع اجتماع هست. اول به این حکمت وجود داره. نکته دیگه چیست؟ اگر یک نفری اون امور جزا نمیته چی؟ این ظلم کرده. چرا ظلم کرده؟ به خاطری که برای از فرصت را مساعد ساخته که جامعه را چی بکنه؟ از بین ببره. همون یک شعر هست نمیفهم میگه که رحم کردن بر چی رقمی؟ پلنگ تیز دندان نمیفهم چه رقم کوی بود در حق گوسفندان. یک مفهوم است، یعنی که اگر یک نفر پلنگ چیز نمیگه در حق چیز همین گوسفندا چی کردن؟ خب میاد دیگه جامعه را بر هم میزنه. خب حال وقتی یک نفر مرتکب جزای شده، جزای خود را ببینه اینمی خودش عدل است یا جزای خود را نبینه عدل است؟ جزای خود را ببینه عدل است. حال یک نفر میخواد که یک نفر جزای خود را نبینه، این باز عدل میگه. دقت کردین یا سرچپه هست. عموما نمی کسانی که میآیند سر حدود الهی اعتراض میکنن در مورد جنایات بسیار خطرناکی که شریعت چی کرده؟ برش جزا تعیین کرده. اینی جزا را در مورد یک جنایت بسیار خطرناک قبول ندارن، اما در یک چیزی که خودشان فکر میکنن کار بد است. متوجه شدین؟ مثلا فکر میکنن فلانی عمل چی هست؟ یک عمل بد است. بعد از در مورد اینمی عمل، اینمی جنایت، ولو جنایت چی باشه؟ کوچکتر باشه، نسبت به این جنایت بزرگ کده چی باشه؟ جنایت کوچکتر باشه. جزایی که خود اینا تعیین میکنن به مراتب بالاتر است جزایی است که شریعت در مورد یک جرم کلانتر تعیین کرده بود. این را قبول میکنن؟ این را قبول نمیکنن. دیدن نه؟ همین سیکولارکا که وقتی یک نفر یک جای حد تطبیق شد قال مقال سر صدا رو برام اندازه که نه فلانی نفر گرفتن نفهمت کردن باز خودشون مثلا در یک جای یک نفری که مثلا یک آدم فاسق خبیث جنجالی مرتکب جزا میشه باز چی میکنن؟ سر صدا رو میده میگه تو بکنین نفهم باید اعدامش بکنین، حتما باید اعدام شه، فلانی نفر حتما باید اعدام شه. میگن خیلی وقتا خودشان میان توقع دارن چی؟ خواستار اعدام یک نفر میشن به خاطر یک عملی که جنایت کوچکتر هم هست، اما باز جزای یک نفری که جنایت بزرگتر را مرتکب شده و شریعت برای از او جزا را تعیین کرده او را قبول نمیکنه. اما تاسین شما دقت بکنید نمیجامیم شما خیلی هست. مشکل از اینا پس در چیز؟ اصل جزا را قبول دارن، خب این حکمی که الله نازل کرده را قبول ندارن به خاطری که خودشان در مورد جنایت های کوچکتر مجازات های شدیدتر را مطالبه دارن. متوجه شدین؟ اینا مشکلشان در چیست که در مورد الله تصور ظلم را دارن، در حالی که الله مرتکب ظلم نمیشه. دقت کردین ان شاء الله؟ خب پس اگر یک نفری زمانی نمیتونه قبول بکنه یک حکم قلبا که تصور بکنه این حکم ظالمانه هست، این حکم بیهوده هست، یا ما به او ضرورت ندارم، یا این حکم جاهلانه هست. هر وقت که الله را شناخت که الله عالم مطلق است، هیچ جهل بر الله را نداره و بر هیچ عملی از اعمال الله بدون حکمت نیست و بر اساس نیاز و ضرورت ما احکام نازل کرده و عدالت مطلق است. وقتی اینمی یقین در مورد الله داشت هر حکمی که از جانب الله باز برش چی میگه؟ سمعنا و اطعنا. اینمی اسلام میشه. متوجه؟ هر حکمی که بیاید مطلقاً قبولش میکنه. چرا؟ چون یقین داره که الله حکم ظالمانه نمیکنه، حکم جاهلانه نمیکنه، حکم بیهوده نازل نمیکنه و بدون ضرورت هم نازل نمیکنه. کاملا رو چی میکنه؟ قلباً میپذیره. اگر باز الله را نشناخت باز بله احکام الله را قبول کرده نمیتونه. دقت کنید ان شاء الله. الله تبارک و تعالی برای همه ما شما شناخت حقیقت خودش را، صفات خودش را در توفیق نصیب ما بکنه تا اینکه به احکام نازل شده الله تسلیم باشیم و دین الله تبارک و تعالی را امور رقمی که خودش نازل کرده بفهمیم و یقین بکنیم و عمل بکنیم و دیگران را هم به او دعوت بکنیم و توفیق از هم نصیب بکنه که دین الله تبارک و تعالی را در زمین الله حاکم بگردانیم. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.